و چیره میز داری جو خیلی چم نیست لکه ساتو ودرگا دزی مکوی ودرگا لکه چرا دز میکنی جو خیلی چم نیست پیا و تو کورس نمیبینی که من زیر دریایی استاد است این زیر دریایی امریکا است نه خطرناک است کجاست زیر دریایی ما چرا نمیبینم پیا و تو نمیبینی می چی است می مرغابیا که می جساد می سرخ زرد و آبی کوی زیر دریایی است چرا بالای آب است نه خواه بیا اینا یا زیر دریایی است یا نابیا و پیمابر است تو نمیفهمی و اینطوری بود که گذر من با بند امیر اولین پارک ملی افغانستان افتاد و همه چیز برای ما جالب بود که شما در ادامه خواهید دید. خطرناک ندی؟ نه ندی ندی؟ نه ندی وای رازده چیزو وای یار آدم خانه مخده تورسه تاکو دیر و شعر سړی وای اینطوری بود که بعد از یک تحقیقات مفصل و مکمل فهمیدیم که دا خطرناک ندی چرا راه نمیری؟ از کجاش چالان میشه؟ نمیفهمم به خدا و برای مدتی مات و مبهوش و روی آب معلق مانده بودیم تا اینکه بسم الله خان رفیقم فهمید که باید پاهای خود را تکان بدیم و پیدال بزنیم تا این عجوبه حرکت کند و ما برای اولین بار خودمان را روی آب ببینیم و این برای ما خیلی جالب بود من که هم ترسیده بودم و هم کیف می کردم نمی توانستم از ترس چشمای خودم را باز کنم و عرق سرد از پیشانی من جاری می شد و یک لرزه مکیف را در طول بدنم حس می کردم همه چیز داشت خوب پیش می رفت و ما داشتیم لذت می بردیم تا اینکه چیکار شد لکه بسم الله خانه به خدا ما بازیت داره زیاد پیش نرو پس برو ما ترس خوردیم ترس خوردیم نمیفهمم چرا ای تو میشه ایران میره استاد شده کار میکنه بسم الله پنچر شده گفتم زیاد خراب کردی پنچر شد وای ما چیکار کنیم با خدا ما بازی بلد نیست مسلمانان خدای دا پاره چیکار کنیم علم خانه ما پرسان خطرناک نیست تو گفتی خطرناک نده چیکار کنیم خطرناک است ما چیکار کنیم با خدا ما یار نمیشه نگفتی که درس ما فرار میده رفته ما یکان کسی جواز بدیم کمک ما بازی بلد نیستیم غرق میشیم با خدا غرق میشیم مسلمانان خدای دا پاره کمک